کرد پیغمبر سوال از جبرائیل: بعد من آیی فرود بر آب و گل؟ گفت من 10 بار می آیم فرود، می برم 10 گوهر از دنیا به خود. گفت پیغمبر کدامین گوهر است که از زوالش حال دنیا ابتر است؟ جبرائیل گفتا که در اول قدم گوهر صبر از دل مردم برم، بار دویم گوهر شرم و حیا می برم همراه خود ای مصطفی صلی الله علیه و سلم. شرم را مردم برن از یادها، کس نشرمد از کسی و از خدا. بار سیوم چون رسم از آسمان می برم من گوهر مهر از جهان. مهربانی می رود از یادها، کی رسد از کس و کس امدادها. بار چهارم چون بیایم از میان می برم من گوهری عدل شهان. تخم عنقا می شود انصاف خلق، عاجزان را می رسد جانها به حلق. بار پنجم چون بیایم بر جهان می برم من گوهر فیض از میان. بار ششم ای رسول محترم گوهری خیر و سخاوت می برم. کس ندارد دوست خلقی کم بغل، در حقش گویند دایم الفاظ دغل. من زیروی این جهانی بیش و کم، بار هفتم راستی را می برم. چون همین گوهر نماند در میان، جز کجی چیزی نبینی در جهان. بار هشتم من به امر ذوالجلال می برم از این جهان دوری حلال. گر چنین گوهر نماند صبح و شام، کس نبشناسد حلالش از حرام. دفعه دیگر از این دهر دغل می برم من گوهری پاکی عمل. همچو زنبوران محروم از عسل، عالم بر علم ننماید عمل. دفعه آخر که می آیم پدید می برم من فیض قرآن مجید. چون همین 10 گوهر از دنیا رود ای نبی الله، در جهان پیدا قیامت می شود. قیامت نزدیک است. با یاد الله باشید. بندگی را بجا آورده نماز و روزه و لااقل قرآن را بیشتر بخوان. زیرا زندهی که گفته شاعر، نوح از او رخ داده است. دفعه آخر که قرآن است هنوز هم مانده است. فیض قرآن آخران گنجی است که بالا می رود. او که بالا رفت فردایش قیامت می شود.